گفتار هفتگی رفیق مهدی سامع. گفتار این هفته امروز جمعه 17 آبان 1392 برابر با 8 نوامبر 2013 را با گرامی داشته یاد و خاطره زنده یاد شیرکو معارفی شروع میکنم. روز سه‌شنبه 13 آبان رژیم ولایت فقیه در یک اقدام جنایتکارانه دیگر شیرکو معارفی رو اعدام کرد. این اقدام که به دنبال اعدام‌های گسترش یابنده روزهای قبلش بود، موجی از تنفر و انزجار ایجاد کرد و با محکومیت گسترده روبرو شد. ضمن تسلیت به خانواده شیرکو معارفی و دوستان و یاران او در سازمان کومله و ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه یادآوری میکنم که حکومت این اعدام‌های گسترده و این سرکوب‌ها را بی دلیل انجام نمیده و در حقیقت یک حکومتی که روز به روز ضعیف‌تر و بی‌پایه‌تر میشه به چنین اقداماتی دست میزنه. در هفته گذشته طی روزهای شنبه تا چهارشنبه، یعنی طی 5 روز 12 حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران ایران داشتند. روز شنبه 11 آبان تجمع 800 کارگر پلی اکریر اصفهان در مقابل ساختمان اداری این کارخانه بود. در همین روز کارگران گرگان فلز در مقابل استانداری گلستان دست به تجمع زدند. روز یکشنبه 12 آبان سومین روز پیاپی تجمع کارگران پلی اکریر بود. در روز قبلش یعنی شنبه این کارگران تجمع داشتن و پنجشنبه هفته قبلش هم داشتن. باز در همین روز یکشنبه کارگران شرکت پیمانکاری ساحل سبز خوزستان وابسته به شهرداری منطقه 2 اهواز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات صنفی خود در یکی از پارک‌های اهواز دست به تجمع زدند. باز در همین روز یکشنبه تجمع جمعی از کارگران فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی در اصلویه، تجمع بازنشستگان پالایشگاه آبادان مقابل وزارت نفت در همین روز یکشنبه، تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه دی باز هم در همین روز یکشنبه. در روز دوشنبه 13 آبان تجمع کارگران اخراج شده از شرکت پونه در مقابل اداره کار پاکدشت. در روز سه‌شنبه 14 آبان باز کارگران پلی اکریر تجمع اعتراضی برگزار کردن. این 4مین تجمعشون بوده در عرض یک هفته. متقاضیان مسکن ویژه تهران سر تجمع کردن در مقابل مجلس. اعضای تعاونی تولید روستایی هم با تجمع در مقابل مجلس. روز چهارشنبه 15 آبان تجمع کارگران قطعات بتونی گیلان برای دومین روز.
یعنی هم روز سه‌شنبه تجمع داشتن و هم روز چهارشنبه در مقابل ساختمان این کارخانه در رشت. همچنین در هفته گذشته هم حرکت اعتراضی مردم عراق بود در روز شنبه و هم تجمع اعتراضی مردم اهواز در روز جمعه هفته گذشته بود. در ساحل غربی کارون گرد اومدن و زنجیره انسانی برقرار کردن. مخالفت خودشون با انحراف آب کارون به سوی مناطق مرکزی مثل اصفهان و رفسنجان و دیگر مراکز اعلام کردن. همونطور که میبینیم حرکت‌های کارگری تعداد زیادی همراه با اعتراضات مختلفی هست. من در این برنامه‌ها تا کنون حرکت‌های دانشجویی را بهش نپرداختم. ما حرکت‌های اعتراضی دانشجویی هم داریم و تمام این حرکت‌ها که البته پراکنده و غیر متصل هست، اما خودش نشون میده که وضعیت بحرانی هست و همین وضعیت بحرانی از یک طرف حرکت‌های مردمی هست و از یک طرف هم تشدید اختلافات درونی هیئت حاکمه که در هفته قبل نمونه‌های متعددی داشتیم. اما در روز یکشنبه 12 آبان خامنه‌ای به مناسبت 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکاست. خب خامنه‌ای سخنرانی کرد و از دولت روحانی و تلاش‌های دیپلماتیک دولت روحانی حمایت کرد. خامنه‌ای گفت که اینها فرزندان انقلاب هستند و ماموران جمهوری اسلامی. گفت بچه‌های انقلابن، با تلاش فراوان مأموریت سخت خودشون را پیش میبرن. بعد گفت هیچ کس نباید آنها را تضعیف کند، مورد توهین قرار دهد یا سازشکار بداند. خب این در حقیقت نشون میده که تحرکاتی که روحانی داره انجام میده تا میزان زیادی با توافق خامنه‌ای هست. اما نکته جالب اینه که خامنه‌ای میگه بعضی با خطگیری از رسانه‌های بیگانه، منظورش بعضی از خودی ها هست، در تلاشن با گمراه کردن افکار عمومی این گونه القا کنند که اگر در مسئله هسته‌ای تسلیم شویم همه مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی حل میشه. بعد اینجوری خودش رد میکنه این حرفا. البته اگر در مسئله هسته‌ای خامنه‌ای تسلیم بشه همه مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی حل نمیشه، ولی اولیش اینه که تحریم ها به میزان زیادی برداشته میشه، به خصوص تحریم فروش نفت، و اقتصاد مسیر دیگری پیدا میکنه. اما خامنه‌ای میدونه که مشکلاتی که جامعه ایران داره به خاطر نظام ولایت فقیه و شروع حل مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی جامعه ایران از نقطه شروع به حل قطعی میشه که نظام ولایت فقیه پایان بگیرد. بنابراین حرف خامنه‌ای یه قسمتیش درسته، اون قسمتی که میگه همه مشکلات با مسئله اتمی حل نمیشه، ولی جواب اون اینه که با سرنگونی نظام ولایت فقیه و استقرار یک نظام دموکراتیک شروع حل مسائل است. اما در هفته گذشته در روز چهارشنبه 15 آبان یوکی آمانو مدیر کل آژانس انرژی اتمی در سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران با ناظران آژانس همکاری کامل نمی‌کند و تأکید کرد که نمیتونه هنوز صلح‌آمیز بودن همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کنه. این نکته هست که تا وقتی که آژانس
قطعا نگه که همه فعالیت‌های اتمی رژیم ایران صلح‌آمیزه، قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد به جای خودش باقی خواهد بود. برنامه به همین جا پایان می‌پذیره. به سایت رادیو پیشگام مراجعه کنید و برنامه‌های گذشته اون رو گوش کنید. شنیدن برنامه‌های رادیو پیشگام را به دوستان و آشنایان خودتون توصیه کنید. به فیسبوک رادیو پیشگام هم سر بزنید و نظرات خودتون را برای ما و برای دیگران مطرح کنید. تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.